میگم که این محمدم بعد تو نقطه میدونستی؟ یواش الان میشنوه کی گفته این چرت و پرتا چرا حرف میاری؟ من میگم تازه علی هم با هم نظره. بس کن سهر، من هر روز دارم این بنده خدا رو میبینم تا حالا همچین چیز نگفت. بعد تو علم غیب داری؟ شرط ببندی میخوای بهت ثابت کنم؟ تو آبروی ما رو نبر، نمیخواد چیزی رو ثابت کنی. خودتو لوس نکن دیگه. ببندی؟ اگه درست بود شب شام مهمون من. حله. علی اعصابمو خورد کردی. چقدر سوتی میدی؟ مگه میشه یه آدم اینقدر سوتی بده؟ راست میگه دیگه. چقدر گیم میزنی؟ جمع کن خودتو. چه داد میزنی سر کلاسی ما؟ تو ربطی داره مگه؟ با تو حرف زدم. ربط نکن. میگم چه داری سرش داد میزنی؟ هیچی آقا محمد، بابا ما این تحقیق گروهی داشتیم، بعد قرار بود من پرینت بگیرم، یادم رفت فکر کنم تو گوشی اوکیه. خب داد و بیداد نداره دیگه. 2 دقیقه بینی سر کوچه میگیری میای. الان دیگه کلاس شروع میشه، ولش کنید، مهم نیست. خب تو بشین سر کلاس، من سری میرم میام. گوشتو بده. آقا محمد فقط یه چیزی میگم، مریم هم یادش رفته و جزوهاشو پرینت بگیره. به من چه خودش بره بگیره. میگم ما اولیم. شام حال من نیست